سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی تقدیم میکنم. امروز 4 می است. گزارش های برنامه در چند جمله. بیماری که آن را خاصی کمبغلان میدانستند در تاجیکستان کم شده است. طبیبان سبب های گرفتاری به بیماری را شرح دادند. غذای ناسالم، ناکافی، یعنی همه این بعد مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد. یک خانواده پناهجوی افغان که برای از شهر وحدت به دوشنبه کوچیدن از حق پناهندگی محروم شدند، از اخراجشان به افغانستان نگرانند. بعد از کشتن پدرم 3 ماه بعد ما تصمیم گرفتیم و با عجله اینجا آمدیم، چون ما همینجا یونیورسیته خوانده بودیم. پیوندان احمدی دانش، عالم شناخته تاجیک، از حکومت ازبکستان خواستند که خاطره او را زنده نگه دارند. دانش که احمد دانش کی بود؟ من یک نیست مایتون نمیشه بباید که این کس چطوری معرفت پرور. مقامات بهداشتی تاجیکستان از کاهش گرفتاران بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقامات تاجیک از پیشرفت‌های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است. سرنوز روح الله و شهلای عبدالله در این باره گزارش آماده کردند. مقامات بهداشتی تاجیکستان از کاهش گرفتاران بیماری سیل در کشور خبر دادند. موضوع تبابت و پیشگیری از سرایت سیل در یک همایش در دوشنبه بررسی شد. مقامات تاجیک از پیشرفت‌های در مبارزه با سیل گفتند و تاکید کردند که در 10 سال اخیر سطح گرفتاری به این بیماری 3 برابر کم شده است. یعنی که در بین 100,000 اهالی 85 بیمار به قید گرفته میشد و فوت در بین همین 100,000 اهالی 7 نفر به قید گرفته میشد و در سال 2022 آخرین سالی که حساب برآوری کرده شد، همین نشانداد بیمارشوی به 100,000 اهالی به 39.7 به 100,000 اهالی رسید و فوت باشد از بیماری سیل به 1.0 به 100,000 اهالی رسیده است. بیماری سیل به گفته متخصصان گذرنده ولی تبابت شونده است. مسئولان ساحه تندرستی میگویند در تاجیکستان شرایط برای تبابت رایگان بیماری‌های سرایتی از جمله سیل فراهم شده است. ولی بارها بیماران سیل شکایت کردند که داروهای ضد این بیماری نه همیشه دست رسند. در شرایط خانه و پنهان داشتن بیماری سیل از اطرافیان به خاطر انگشت نما نشدن هنوز هم مورد نگرانی بوده است. سفر نعیموف بعد مرگ 2 برادرش از بیماری سیل ائتلاف همکاری برای بازداشت سیل در تاجیکستان را تأسیس داد. خودش نیز گرفتار این بیماری بود. حالا از آن خوشحال است که او و همکارانش به 10 بیمار امید زندگی دوباره میبخشند. وقتی از تجربه گپ میزنن گفتی که از زبان لقمان گپ رو شنیدن خوب است، همین گونه شاید یک نفری که مثلا همه چیز روبرو شده خودش یا که بگیم که از اویلش بیشتر از خودی همین شخص اهمیت دادیم که بسیار گوش میکنن. متخصصان به اجتماعی بودن بیماری سیل تاکید میکنند که شرایط نامناسب زندگی و کمبود غذای خوب میتواند باعث گرفتاری به سیل شود. چی ضرور است که مثال شرایط مهیا شود. یگان بیماری مزمن، خب یگان سطح پست مسئولیت، خب شرایط اجتماعی یعنی که خوراکی ناقدر خوب، غذای ناسالم، خب ناکافی، یعنی همه این بعد مساعدت میکند که مثال بیماری خروج یابد یا اینکه خودش سر و گردن خودش رو بلند کند. از این لحاظ این بیماری ما بنابراین میگوییم که بیماری اجتماعی است. شماره عمومی گرفتاران به بیماری سیل در سال 2022 نزدیک به 4,000 نفر ثبت شده است. از این تعداد 30% کودکان بودند. گرفتاران سیل 6 ماه تبابت می شوند. در تبابت و تامین داروهای ضد سیل سازمان‌های بین‌المللی بهداشت در تاجیکستان نیز سهم می‌گیرند. ادامه برنامه. یک خانواده پناهجوی افغان در تاجیکستان از احتمال اخراج شدنشان به افغانستان زیر دست طالبان نگرانند. مقامات تاجیک آنها را برای زندگی در شهر دوشنبه از سند پناهندگی محروم کردند. با آنها گفتند که نباید از شهر وحدت به دوشنبه می‌کوچیدند. همکارم نگاره فضل‌الدین درباره این خانواده گزارش تهیه کرده است. یکی قانون تاجیکستان است، یکی قانون اون است.
این مرد که میگوید منصبدار حکومت پیشین افغانستان بود و اکنون پناهنده دیرینه در تاجیکستان است. حالا او را از حق پناهندگی هم محروم کردند. برای آن که نه در شهر وحدت بلکه دوشنبه زندگی اختیار نمود. ما در مقامات بالایی به حساب کار میکردیم، پروکرور بودیم و تا رتبه 2 کار کردیم. بعد از اینکه پدر ما را کشت، همونجا دشمنا بود دیگه، میخواست که ما را هم بکشه. ما موقع غنیم چی کردیم و نمو بود که بعد از کشتن پدرم 3 ماه بعد ما تصمیم گرفتیم و با عجله اینجا آمدیم، چون ما همینجا یونیورسیته خوانده بودیم. عبدالمطالب با 4 فرزندش سال 2009 از کابل به دوشنبه آمد. فرزند پنجمش در تاجیکستان تولد شده، حالا 14 ساله است. با او و فرزندانش گفتند که به اجازه در دوشنبه زندگی میکند. وی میگوید اینجا کار و درآمد پیدا کردن آسان‌تر است. در وحدت 9 سال زندگی کردیم. اول خو آمده بودیم، هر چیزی که داشتیم امور رفت، چند سال مصرف شد. از ساعت 6 تا ساعت 2 بجه کار میکرده دوشنبه. حالی برای یک خو باید بره و باز پولی که میگیره ایلیک امور همگی در پولی مصرف کنه تا وحدت بره، امور در ارینت مصرف کنه، امور در چی مصرف کنه نمیشه. این مرد که 65 سال دارد ختم کرده فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده است. فرزندش نیز ختم کرده بخش مناسبت‌های بین‌المللی همین دانشگاه است. مدتی در سفارت افغانستان کار کرده است و حالا بیکار است. من میخوام کار کنم، اکنون وضعیت زندگی کمتر دشوار است. من میخوام که پدر مادر کمک کنم. که وقتی من مراجعت میکنم مرا میگن اوجت. حقوق شناسان میگویند پناهندگان در جای معین کرده حکومت باید زندگی کنند. ولی راهی حل مشکلی این عائله آن بوده میتواند که دولت تاجیکستان برایشان شهروندی تاجیکستان را دهد. اما اینجا هم مشکلی حقوقی وجود دارد. شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان تنها در حالت شهروندی جمهوری تاجیکستان را قبول کرده میتوانستند اگر بین ما و افغانستان، بین تاجیکستان و افغانستان شرطنامه اگر داشته باشند، ولی این گونه شرطنامه وجود ندارد. این یگانه پناهنده افغانستانی نیست که در حال بی‌سرنوشتی به سر میبرد. در گذشته نیز چنین موردها زیاد روی داده است. بیشتر زیاده از 10,000 مهاجر افغانستانی تلاش میکنند که به کشورهای غربی راه یابند. ولی برای آنهایی که مثل این خانواده میخواهند در تاجیکستان مقیم شوند، مشکلات زیادی حقوقی پیش می آید که هنوز حل خود را نیافتند. برنامه رو با گزارشی از افغانستان ادامه می‌دهیم. در ولایت ننگرهار افغانستان، یکی از ولایت‌های ناامن کشور، گروهی از معلمان هر روز باید از راه خطرناک بگذرند تا به شاگردانشان درس بگویند. راهشان هم از یک رودخانه می‌گذارد که نه پول دارد و نه جای کمابی تا از آنجا عبور کرده به مکتب برسند. همکارم طاهری سفر گزارش دارد. این معلمان برای درس دادن به شاگردانشان می روند. هر روز از رودخانه کنر همین گونه می گذرند، چون اینجا نه پول هست و نه راه دیگر. گذر از رودخانه خروشان و با این شیوه خالی از خوف و خطر نیست. بسیاری از استادان همراه ما هستند که آن طرف به مکتب بیلی می رویم. این رود کنر یک رود بزرگ است که فصل بهار آبش زیاد می شود. ما با بالون‌های رزینی از آن می‌گذریم و با دشواری‌های زیاد. اینجا مکتب بیلی در ناحیه مومندره ولایت ننگرهار است. مکتبی که بیشتر از 1000 دانش آموز به شمول دختران تا صنف 6 دارد. خود صنفخانه‌های مکتب هم به دلیل فرسودگی دیگر قابل استفاده نیستند. بچه‌ها هم در بیرون و با کمترین امکانات درس می‌خوانند.
درسی مواد داشت ما تا کتابونه زمانگا بیخی داشتی چی بس وسایل درسی کاملا نداریم. برای صنف‌های 8 9 10 کاملا کتاب نیست. اگر چیزی هم هست بسیار کم است. نه قلمی نه کتابی. به قلم و کتابچه احتیاج داریم. مردم قشاق هستند، توان خریدنش را ندارند. نور رحمان 15 سال باز در این مکتب از زبان پشتو درس میگوید. مزد کارش تقریبا $70 است که برای اهل عائله‌اش به سختی میرسد. مشکلات ډیر دي کنه. مشکلات زیاد است. پولی که میگیریم به چیزی نمیرسد. قرض زیاد دارم و از این معاش آنها را برگردانیده نمیتوانم. بعضی وقت جنجال با دکانداران تمام نمی شود. ننگرهار یکی از ولایت‌های شرقی و فقیر افغانستان است که سالهای گذشته هم با حضور جنگجویان داعش در آن ناامن‌تر شده است. گزارشی از ازبکستان. پیوندانی احمدی دانش، عالم شناخته تاجیک در شهر بخارا از مقامات ازبکستان خواستند تا یاد او را گرامی دارند. آنها میگویند در دوره پرزیدنتی اسلام کریموف بارها در این مورد مراجعت و کوشش ها نمودند ولی نتیجه نداد. حالا انتظار دارند که پرزیدنت کنونی ازبکستان عرضشان را جدی میگیرد. گزارش فرزان محمدی را از شهر بخارا در این موضوع تماشا کنید. سعید قربانوف، عالم، پروفسور و ابیره احمدی دانش حالا به آموزش دستخط‌های مشغول است که چند سال پیش از ویرانه‌های حولی بابا کلانش یافته است. او میگوید این دستخط‌ها و کتاب‌های نادر از بین دیوارهای خانه احمدی دانش هنگام کندن دیوار یافت شده‌اند. همین ترتیب برآمدین. اینجا شما حالا لای این دستنویسی خیلی بزرگ است. این دستنویس نیست. 100 سال گذشت، من 100 سال شد. در نزدیکی باغ اسماعیل سامانی و مرکز شهر بخارا کوچه است که در آن احمدی دانش سال 1826 به دنیا آمده تا سال 1897 در آن زیسته است. هرچند پدر و مادرش از ناحیه شافرکام کنار بخارا بودند، از روی ضرورت به اینجا آمده و مقیمی گشتند. به گفته پیوندان دانش این حوله در گذشته کلانتر بوده است ولی سال 2018 برای وسیع‌تر کردن راه ماشینگذر نیمی از آن را کوچاندند و حالا منزل نوساخت او را مهمانخانه کردند. بغیر از اثر و نوشته‌هایش چند اشیای روزگارش را نیز اولادانش نگه می‌دارند، مثل این ساعت که به قول ابیرش احمدی دانش از شهر سنت پتربورگ آورده است. همین ساعت کتی نماز بخوندن. بعد چیزو یا مرد اومده اینا گرفته رفت، بسمچه ها گرفته رفتنی شدگی خانه اومده در اومدگی گرفتگی انا فکر بعد این تو کرگی زدگی دوتا و این کار نمیکنه چیکار میکنی که دیگه همون تو پرتوختگی زمین به. ولی پیوندانش از آن ناراضی‌اند که شخصیت احمدی دانش را در این شهر به طوری باید ارجگذاری نکردند. به نامش آثارخانه یا مرکز علمی تأسیس ندادند و نسل نو تقریبا از این معارف پرور و اصلاحات‌های تاجیک معلومات ندارد. اینجا بخارا هیچ نیست با احمد دانش. یک دوتا کوچه و ماندگی کوچه تنگه ماندگی که آخرش بسته است. همونه احمد دانش ماندگی. های دوتا بانر مونیتون هیچ نباشد که سر کوچه آخر کوچه با که این احمد دانش کی بود؟ من نیست دادم صورتشون دادم. نیست دادم که احمد دانش کی بود؟ من یک نیست مونیتور نمیشه ببای با کی این کس؟ چطوری معرفت پرور؟ احمدی دانش معروف به احمدی کله یکی از عالمان برجسته علم و ادب تاجیک و معارف پرور اصلاحات خواه شناخته می شود که در عصر 19 زیسته است. و در دوره سلطنت امیر نصرالله یکی از خدمتچیان دولتیش بود. بعد 3 بار سفرش به سنت پتربورگ خواستار اصلاحات در امور کشورداری گشت و بعد از رد شدن پیشنهادهایش از دربار رفت. او باقی مانده حیاتش را برای نوشتن اثرهای به مانند رساله در نظم تمدن و تعاون صرف کرد که به شاه و کشوردار طرز درست اداره کردن دولت و خلق را می‌آموزاند. برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار. This is Radio Free Europe,
Radio Liberty, Praha.